دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام خیلی سریع برم سراغ تنظیمات مربوط به ورژن جدید آوان وی پی ان که بهتر اینها رو انجام بدید تا کانکشن و سرعت بهتری داشته باشید. در آپدیت بعدی حتما این تنظیمات رو ما خودمون انجام میدیم و فقط کافیه شما آپدیت کنید نرم افزارتون رو تا این تنظیمات روش باشه. ولی الان خب برای اینکه فرصت نیست، برای اینکه بتونید بهترین کانکشن رو داشته باشید، این تنظیمات که خدمتتون میگم رو انجام بدید. خب قبل از هر چیز زمان نصب ترجیح من اینه که زبانتون انگلیسی انتخاب بکنید، نیاز به زبان فارسی نیست و خودمون هم حذفش خواهیم کرد. ریجنتون هم که ایران هست، حالا من چون از ایران نیستم الان آدر نشون میده. دکمه استارت رو میزنیم، در منوی بالا سمت چپ این سه تا خط رو کلیک میکنید و روی قسمت ستینگ وارد میشید. این تنظیم چک آی پی کانکشن رو خاموش میکنید، مموری لیمیت رو خاموش میکنید و دیباگ مود رو هم خاموش میکنید. این سه تا تنظیم باید خاموش باشه. گوشی های اندرویدی یک تنظیمی هم هست مربوط به باتری گوشی هستش که اونم باید خاموش بکنید و در واقع باتری اپتیمایزیشن هست که بهتره که اون خاموش باشه. عرضم به حضورتون که تنظیمات بعدی تو قسمت کانفیگ آپشن شما یک تنظیم وارپ دارید، در حالت دیفالت خاموشه، فعلا هم لازم نیست روشنش بکنید. زمانی که به یک سروری کانکت میشید یا سرورهای مختلف رو تست میکنید، چنانچه سرعتتون خوب نبود، از کیفیت راضی نبودید، میتونید وارپ رو روشن بکنید. وارپ در واقع یک VPN دومیه که بر روی VPNی که وصل شدید کانکت میشه. خب در حالت عادی که میتونید سرورها رو انتخاب بکنید و وصل بشید، خیلی ساده. و برای اینکه بخواید وارپ رو روشن کنید، میتونید از این منوی بالا سمت راست اینجا رو کلیک بکنید. دقت بکنید که تنظیماتون رو حالت VPN باشه، رو پراکسی نباشه، برای اینکه بهترین کیفیت رو داشته باشید. اگر بخواید وارپ رو روشن کنید، از اینجا ستاپ رو میزنید و دکمه وارپ رو میتونید بزنید و انیبل بکنید و تنظیم میشه و دوباره برگردید و کانکشنتون رو وصل کنید بهش. چنانچه دیدید با وارپ سرعت خوبی ندارید، میتونید از اینجا دوباره وارپ رو خاموشش بکنید. پس این هم دقت بکنید.